سلام دوستان، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز قراره شانس رایگان بیچ تایم رونالدینیو رو بزنیم و ببینیم ما یا با شانس رایگان میتونیم بیچ تایم بگیریم یا نه. تا آخر ویدیو همراه من باش، ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب و زنگوله چنشم بزنید هر وقت ویدیو گذاشتم با خبر بشین. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. پچ 300 تایی چه کارو برامون سخت میکنه برای گرفتن یه بیچ تایم، اما فایدهش اینه که 12 تا بیچ تایم توشه و هایلایت های فراوان چه خیلیشون به درد نمیخوره. بریم چه شانس رایگان رو بزنیم. این بار با 4 تا کنسل میزنیم و ببینیم آیا میتونه یه چیزی بهمون بده یا نه. هیچی نداد. 3 ستاره. بریم شانس دوم رو بزنیم با 2 تا کنسل. خدا کنه یه دونه بیچ تایم بگیریم. اینم هیچی. 3 ستاره. یعنی میخواد نده. خدا کنه چه یه بیچ تایم بگیریم. بیچ تایمش خیلی با ارزشه. یه دستکاری بکنیم. تو رو خدا یه بیچ تایم بده. اینم هیچی. اصلا شانسمون خیلی بده. 4 ستاره. بریم شانس رایگان سوم رو بزنیم. تو رو خدا بده. بابا، اینم هیچی. بریم شانس رایگان چهارم رو بزنیم. یه دستکاری بکنیم. اینم از شانس رایگان 14م. اینم هیچی. بازیکن از قطر چه اصلا به درد نمیخوره. میخوام با 8 تا کنسل. خدا کنه چه یه بیچ تایم بگیریم. تو رو خدا بده. تو رو خدا. ای بابا، اینم هیچی. بریم شانس رایگان رو بزنیم ببینیم چی میشه. تو رو خدا بده. هیچی نمیخواد بده. اصلا من توی شانس رایگان ها اصلا شانس ندارم. یه دستکاری بکنیم. برو ببینم چی میده. هیچی نداد. بریم شانس رایگان رو بزنیم. تو رو خدا کنم یه دونه از بیشتر ما رو بده. اینم هیچی. یه دونه از هایلایت ها بده. اصلا هایلایت هم نداد. 6 تا شانس رایگان مونده. اینم هیچی.
حیف میشه یه دونه از بیشتر ما نده. با 10 تا چانسه ببینم آیا میتونیم بیچ تایم بگیریم یا نه. اینم هیچی. لامسته بس هایلایت ها بده. تو رو خدا. اینم هیچی. 4 ستاره. یا میتونیم با 3 تا شانس رقم بگیریم یا نه. حیفه. اینم هیچی. اصلا شانس ندارم. سیاه شدم توی این ویدیو. اینم هیچی. اصلا 3 ستاره 4 ستاره داد. اینم از آخرین شانسی که میخوام بزنم. بریم داخل پچ. بریم از خارج پچ بزنیم و ببینیم باش یک دونه شانس رقم بگیریم. اینم هیچی. اینم از شانس امروز ما که خیلی بد بود. نتونستیم یکی از بیشتر ما رو بگیریم. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرین. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.